$300 بودجه، تجهیزات بازار کهنه فروشی و یه مزرعه پر از خرگوش‌های خرابکار که اشک صاحبشو در آوردن. امشب اومدیم کل زمین رو پاکسازی کنیم و نشون بدیم ابزار مهم نیست، فقط سرعت شلیک مهمه. سابسکرایب رو محکم بزن که رفتیم برای شکار رگباری. خب دوست عزیزم، توی این ویدیو ما میخوایم یه خرگوش خرابکار رو شکار کنیم. خرگوشی که هیچ اعصابی واسه این رفیقمون نذاشته، میره داخل مزرعه‌ش و کلی خرت و پرت میخوره، از جمله مثلا درخت لوبیا و درخت فلفل و حالا هر چیزی که اونجا هست و میخوره و هیچ داستانی، هیچ اعصابی واسه صاحب مزرعه نذاشته و میخوایم اون لعنتی رو شکار کنیم. زیاد وقت رو نمیگیرم. اگر از اون دست آدم‌ها از ویدیوهای شکار توی جنگل خوشتون میاد، این کانال واسه شما خیلی بی‌نظیره. دوستان عزیزم، هم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو حتما در مورد خرگوش و شکار اون کامنت کنید. قطعا میخونم و جوابتون رو به بهترین شکل ممکن میدم. دوستان عزیزم، پس بدون معطلی بریم سمت ادامه این ویدیو نابی. Let's go. امروز با $300 راهی بازار دست و دوام فروشی شدم تا یه سلاح مناسب پیدا کنم. چون چند وقت پیش باغچم رو کاشتم و همین که گیاها شروع به رشد کردن، یه خرگوش افتاد به جون لوبیاهام. لوبیاها تازه از خاک بیرون اومده بودن، اما این آقا از همون اول شروع کرد به خوردنشون. باز هم چند تا از بوته های لوبیام رو خورده، دیگه کاملا از بین رفتن. پس امروز باید یه سلاح مناسب پیدا کنیم، چون واقعاً باید جلوی این خرگوش رو بگیریم. داره خسارت زیادی به باغچه وارد میکنه. اما خوشبختانه همون روز توی کل شهر بازار فروش وسایل برگزار شده بود. توی اینجور بازارها از هر چیزی پیدا میشه، اما معمولاً چند نفر هم هستن که تفنگ‌هاشون رو برای فروش گذاشتن. ببینیم میتونیم یه تفنگ مناسب پیدا کنیم تا باهاش این حیوانات مزاحم رو شکار کنیم. تفنگ‌های زیادی اونجا بود، اما هیچ کدوم معامله فوق‌العاده‌ای نبودن یا برای خب تا اینجا یک کار وارد بازار شدیم. میخوایم یه گانه درست حسابی بگیریم که این لعنتی رو شکار کنیم. یه بین بندیت خیلی مناسب به نظر نمی‌رسیدن. فکر میکنم یه 306 دیگه برای اون زیادی قدرتمنده. تا بازار دست دوم بعدی هنوز چند هفته مونده بود. در همین مدت که باغچم روز به روز بزرگتر میشد، دزد لوبیا هم مدام سر و کلش پیدا میشد. صبر کن. این صحنه رو کی توی ویدیو گذاشته؟ بیایید بابا، فکر میکنید اوکی میتونه از باغچه در برابر دزد لوبیا محافظت کنه؟ بگیرش. اون یکی رو بگیر. اوکی رفته توی باغچه، ولی راستش اوکی خیلی سگ نگهبان خوبی نیست. تا رسید خرگوش مدت‌ها بود فرار کرده بود و حالا باورم نمیشه، ولی وقتش آزمایش دی ان ای اوکی رو انجام بدیم. چون همین موقعی که داشتم این ویدیو رو ضبط می‌کردم از مرز 100,000 مشترک هم رد شدیم. خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داشتم. خب رسیدم به همچین رقمی واقعا کار هر کسی نیست. امیدوارم منم یه روزی با حمایت‌های شما دوستان عزیزم به این رقم برسم. به این عدد رسیدیم. واقعا از تک تک شما که کمک کردید این اتفاق بیفته ممنونم. فکر نمی کنم توی کل زندگیم برای چیزی به اندازه این زحمت کشیده باشم. از صمیم قلب ازتون ممنونم که کنارم بودید و بخشی از این مسیر شدید. الان دارم راهی بازار دست دوم میشم. خیارم رو کاملا نابود کرده و نگاه کنید، همون بالاست. دزد لوبیا خودش اینجاست. فکر کنم اون سمت چند تا اسلحه باشه. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. وای، این یکی خیلی باحاله. یک دست مشکی، عالیه واقعا. البته اینم جالبه ها، خفنه. یه تفنگ بادی قدیمیه، ولی $100 براش اصلا امکان نداره. برای همین باید همیشه حواستون جمع باشه. حالا با اینکه اینا بنجولن، ولی خب چه گانای خفنی ان خدایی. این یه رمینگتون قدیمی و خیلی جذابه.
همینو می‌خواستیم، یه تانک هوا. این تفنگ چشممو گرفت و واقعا ازش خوشم اومد، ولی قیمتش بالا بود. با خودم میگفتم که اگه تخفیف بده که میخرمش. خوشبختانه سالم بود و طبق چیزی که مد نظرم بود هستش. یه تخفیف ازش گرفتیم و خریدیمش. فکر کنم با این یکی برم چند تا خرگوش شکار کنم. من این تفنگ رو دوست دارم. آره، به نظرم باحالترین چیز این تفنگ همین مگسک هاشه. اون یکی بالا و پایین میشه. این خب گان مورد نظرم پیدا شد و بریم واسه یکی هم به چپ و راست حرکت میکنه. بعد هم این ستا رو داری. فکر کنم باید یه محافظ هم روش باشه. برای اینکه یکم ازشون محافظت کنه، احتمالاً اگه بگردی میتونی یکی از اون محافظها رو پیدا کنی. خب عالیه، ممنون آقا. این روباها هم قشنگه، یکی میگیره. میخوای ببینی امروز صبح چی گیرم اومد؟ میخوای ببینی؟ بیا اینجا. من یه حیوان گرفتم. یکم دیوونه است. نظرت چیه؟ این چیه؟ آماده ای؟ میخوای لمسش کنی؟ ترسناکه؟ ترسناکه؟ قیافش دیوونه به نظر میاد نه؟ میدونی چرا گرفتمش؟ چرا؟ برای اینکه دزد لوبیا رو بترسونه. یعنی اگه این نتونه اون رو فراری بده دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. میترسونی؟ اون واقعا دیوونه است. خب شاید فکر کنید اصلا این چیه؟ شاید مجسمه و این ندوستان عزیزم این ردگم کنی واسه خرگوش لعنتیه که سریعتر پیداش کنیم و شکارش کنیم. اوه ببین دیگه چی برات گرفتم؟ این رو فقط برای تو گرفتم. میخوای امتحان کنی نوازشش کنی؟ اوکی عاشقش شده. دزد لوبیا دیگه تا بعد از تاریکی بیرون نمیاد و من هم بعد از تاریک شدن هوا نمیتونم کاری انجام بدم. بعد هم معمولا صبحها دوباره پیداش میشه، همون موقع هایی که دیدمش. پس برای امشب فقط میخوایم یه کار کنیم. مکراستی رو بیرون میذاریم تا از باغچه نگهبانی بده. احتمالاً 30 یا 40 ساله که مرده، ولی شاید هنوز هم از خرگوش ها متنفر باشه. نمیدونم. ببینیم خرگوش ها واقعا از این یارو میترسن یا نه. بیا رفیق، تو میتونی انجامش بده داداش. ببینیم این اسلحه شلیک میکنه یا نه. همیشه جالبه که وقتی از جایی مثل اونجا خرید میکنی. اینجا میریم واسه تست گان که به بهترین شکل ممکن اون نتیجه مطلوب رو بگیریم ازش و اگه قلق چیزی داشته باشه رو سریع اوکی کنیم و ست بشه داستانمون. ببینی این تفنگ ها واقعا چه وضعیتی داره. اما من چند نوع فشنگ 22 دارم. اینها فشنگ های معمولی 22 هستند. اینها هم مینی مگ هالو پوینت و اینها هم 22 استینگر هستند که سرعت خیلی بالایی دارن. اینها با سرعت حدود 1640 فوت بر ثانیه شلیک میشن. او پسر، فنر داخل این لوله یه مقدار داغون و از فرم خارج شده. امیدوارم واقعا کار کنه. اینم 5 تا فشنگ. بریم ببینیم. تیر اول به هدف آویزون خوردم. حالا ببینیم چه گروه تیری میتونیم بزنیم. خب من اینجا داشتم تیر میزدم. تفنگ قطعاً یه مقدار به سمت راست میزنه، ولی برای تیراندازی بدون تکیه‌گاه نتیجه بد نیست. حالا یه مقدار نشونه رو جابجا میکنیم و مینیماگ ها رو امتحان میکنیم. وای، واقعاً 3 تا تیر دقیقاً توی یه سوراخ کنار هم نشستن. فکر کنم این مینیماگ. داریم به لحظات قشنگ و خوشگل شکار نزدیک میشیم دوستان عزیزم. قطعاً ادامه ویدیو رو مشاهده کنید. کاملاً با این تفنگ جور شدن. خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم. این تفنگ واقعاً خوبه.
ماشش خیلی خوبه. تنظیم کردن نشونه هاش هم خیلی راحت انجام میشه. حتی یه جای خوب برای قرار گرفتن انگشت ها داره که گرفتنش رو راحت تر میکنه. خشاب لوله‌ای هم خیلی جذابه. فکر نکنم دزد لوبیا با این تفنگ هیچ شانسی داشته باشه. اولش فکر میکردم مکراستی شاید یه راه حل عالی و بدون آسیب باشه. چون غیر از اینکه اوک هر 15 دقیقه میومد دوست پسرش رو چک میکرد و ایلین گوزن هم میومد یه بوی ازش بکشه، توی دوربین تله‌ای اصلاً اثری از دزد لوبیا ندیدم. اما بعد از چند روز انگار فهمید که اون واقعی نیست، چون بعدش با چشمهای خودم دیدمش. خب به نظر میاد مکراستی امروز صبح کارش رو درست انجام نداده. تومه پیدا شد، خرگوش لعنتی پیدا شد، بریم واسه شکارش. تازه از خواب بیدار شدم و دزد لوبیا همین الان از باغچه بیرون اومد. داشت همونجا لوبیاها رو میخورد. حالا میخوام یه نقشه‌ای براش اجرا کنم. همینجاست. اون شلیک از این فاصله خیلی دوره. میخوایم یواشکی نزدیکتر بشیم. پشت این انبار نمیتونه منو ببینه. باید بتونیم از فاصله یه حدود 25 یا 30 یاردی پیداش کنیم. خطا رفت. او داره فرار میکنه. داره میدوه. صبر کن. وای میسته. خورد. وای، این شلیک از فاصله خیلی دوری بود. فکر کنم میشه با اطمینان گفت که دزد لوبیا دیگه نمیتونه دردسر درست کنه. خرگوش لعنتی و خرابکار با موفقیت شکار شد. طولانی شد، پیچیده شد، ولی در آخر ویدیو خوب شد. شکارش کردیم سایزه. و با اینکه مکراستی وظیفه نگهبانی خودش رو انجام نداد، بعد از 40 سال بالاخره اولین مزه خرگوشش رو. اگه این ویدیو رو دوست داشتید این یکی رو هم ببینید، جایی که برای اولین بار یه تفنگ میگیرم تا توی مزرعه‌مون یه گوز رو شکار کنم. و یادتون نره همیشه تیر بزنید و ادامه بدید. ممنون که تماشا کردید. خب دوست عزیزم، اگه از اون دست آدمایی هست که از ویدیوهای شکار خوشتون میاد، این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگ رو پیشنهاد حتما فعال کنید. نظرتون در مورد شکار این لعنتی کامنت کنید. توی این ویدیو ما مشاهده کردیم که به بهترین شکل ممکن یه گان مزخرف، نه مزخرف که نه، به نسبت به بقیه گانا رو منظورمه، تقریبا ارزون قیمت و بنجول، حالا صفحه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، واقعا مزخرف ترین گان یه خرگوش خیلی خوشگل ناب و خرابکار رو شکار کردیم. واقعا مرسی که مثل همیشه حمایتای خودتون رو نشون دادید با لایک کردن، سابسکرایب کردن، نمیدونم کامنت گذاشتم. من به هم بهترین شکل ممکن جواب کامنت هارم میدم. همین الان برید کامنت کنید ویدیویی بعدی در مورد چی باشه، قطعا میخونم و جوابتون رو میدم. دوستان عزیزم تا داره دیگه، بدرود دوستان عزیزم.